وایسا، گفتم وایسا. الان دستمو برمیدارم، اما داد نمیزنی، فهمیدی؟ داد میزنی مگه نه؟ ازت خیلی عصبانیم. داری چی کار میکنی لرو؟ زود باش پاشو. فقط 2 دقیقه. اون تو رو ول کرد و رفت پاریس، اونم با آلارا. آره رفت، اما میبینی که برگشته. از خوب نگاش کن، ببین تو پاریس چه تغییراتی کرده. نمیخوام بشنوم. دو دقیقه تموم شد لروکس. پاشو برو تو اتاق خودت. باشه 5 دقیقه دیگه. صبح
بخیر حسمیه جون. صبح بخیر. این چیه؟ گفتم اول هفته رو با شیرینی شروع کنیم بعد. از اینا نداشتیم جدیدن. شیرینی مخصوص لیلا خانومه. نه بابا خیلی خوبه. یه چیزی بگم، حتما اینا کارشون خیلی میگیره. صبح همگی بخیر. صبح بخیر. امروز همه پر انرژی خوشگل شدن. سندروم بی‌حوصلگی اول هفته رو ناکار کردین. عزیزم آخر هفته چطور گذشت؟ میخواستی چطور باشه؟ با شوهرم قرار داشتم، بعدم رفتیم گردش. آقایون صبحتون بخیر. بفرمایین با چایتون شیرینی بخورین. به به ممنونم. نوش جونتون. آخر هفته رو چیکار کردی؟ استراحت نه کردی؟ بابا روز تعطیل همش تو هپی پای بودم. هنوز خستم. منم همینطور به خدا. اول هفته‌تون بخیر. اول هفته شما هم بخیر. عزمیه خانم جون اینا مال شما. وای بورا جون ممنون. فکر کنم چون مثل گل خوشگلم اینو بهم میداره. قطعا همینطوره. اول هفته‌تون بخیر. خیلی ازتون خواهش ممنونم. میکنم. یک هفته مثل دسته گل برای دخترای آرتمیم آرزومنده. ممنونم بورا جون. خواهش میکنم نزنین. بورا جون تو الان با این کارت ما رو جلوی دختره ضایع کردی. نه بورک خان، بالاخره جلوتونو که نگرفتم. فردا شما میخرین، پس فردا فرخ خان میتونه بخره. دخترها همینجا. لروکس بازم نیست. اگه دمیر خان بیاد لروکس نبینه درد سر میشه. اگه یکم دیگه سر به سر لروکس بذاره خودم براش درد سر درست میکنم. آخه خیلی بهش گیر میده. آره درسته. نوش جونتون. شت. میگم حتما دمیرخان برگشته. ببین آیدا میترسم باز لروکس قاطی کنه. ببین تو رو خدا حیف این همه توجه و علاقه نیست. آره به خدا آخر هفته چقدر خوشحال بودیم که دمیر خان اینجا نیست. لروکس هم مثل همیشه شاد و پرنشاد بود. راستش من میترسم باز این دختره قاطی کنه. بذار بیاد ببینیم چی شده. وای 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 وای، خاک بر سرمون، بیچاره شدیم. چی شده؟ بله عزمیه خانم. بله آیدا. کی چیو تایید کرده؟ یلدینم خان داره میاد الان. اوف من اصلا یادم نبود. چه ارائه‌ای؟ مگه ما همچین قراری داشتیم؟ این دیگه از میدونم کجا عزمیه اومد؟ خانم، من خودم این جلسه رو گذاشته بودم. اما من که هیچی آماده نکردم. آیدا من هنوز دوش نگرفتم. باشه چیز کنین، هر موقع یلدریم خان اومدن ببرینش اتاق جلسه، ازش پذیرایی چیزی کنین. خودت یه کاریش بکن دیگه. باشه سعی میکنم خودمو برسونم. باشه الان میایم، یعنی من میام، من خودم میام. از می خانم قطع میکنم. باشه میبینمت. من میرم آماده بشم، تو هم برو دوش بگیر. باشه. آکی دمیر لروکس میشه بری کنار؟ بفرما برو. کله سهر قرار جلسه گذاشتی، اون وقت به ما خبر نمیدی. اگه به جای اینکه آخر هفته پارتیو بزن به رقص برگزار کنی ایمیلاتو چک میکردی میدیدی. بهت ایمیل زده بودم. من پارتی نگرفتم. ها وقتی تو نبودی دخترها اومدن. میخواستم یکم خوش باشم، دوستامو دعوت کردم. چیه؟ لروکس خونه ای؟ لروکس دخترها خوش اومدین. این همه درس زدیم نمیشنوی؟ ای بابا فکر کردم خاله لیلا و خاله فیروزن، برای همین در رو باز گوشیت هم جواب نمیدی. لروکس مردیم از نگرانی بابا. ببینم تو خوبی؟ خوبم خیلی خوبم. دمیر خونه نیست، خونه مال خودمه. دارم از خونه لذت میبرم. مثل سابق دلم برای تنها بودن تنگ شده بود. خوبه؟ خوشحالم که بهت خوش گذشته. امیدوارم وقتی اینجوری همه جا رو به هم میریختی ذهنت هم به هم نریخته باشه. دختره که نفهمیدم با هم دیگه زندگی میکنیم درسته؟ فکر میکنی در مورد تو حرف زدیم؟ موضوع بحثمون فقط تو نیستی.
آی اتاق دمیرخانو ببین. واقعا خیلی خوش سلیقه است، یعنی من پسندیدم. سبک مینیماله. آی خوب دیگه بیاین بریم بسه. وای چقدر مرتبه این مرد. وای بچه ها زود باشین دست نزنین، بیاین بریم بیرون. بدو. سرویس بهداشتی مشترک. خب بگو ببینم، این همه بشقاب، کاسه و لیوان و فقط شما ستا استفاده کردین؟ آره؟ چیه نمیشه؟ شب طولانی بود. دوبله شده در استودیو جیم. این همون گل نیست که به دمیرخان هدیه دادی؟ گلشو نگاه میکنی نکنه دلت براش تنگ ای شده؟ بابا نه بابا، از دست تو آیده، چه دلتنگی. عصبی شدم اشکم در اومد. چی میگی تو بابا؟ چه دلتنگی. داشتم فکر میکردم به این گل بیچاره آب داده یا نه. خب آخه اون وقت داره به گل فکر کنه. الان داره با آلارا تو پاریس خوش میگذرونه. بی خیال، هر کاری میخواد بکنه، تو بهش فکر نکن. آخه چرا باید بهش فکر کنم؟ به خاطر اون نمیتونستم دوستان بخونم دعوت کنم. ببین مثل قبلا دوباره کنار هم جمع شدیم. دلم برای اون روزا تنگ شده بود. خوب شد که اومدی. خب چرا دروغ؟ منم دلم برای اون روزا تنگ شده بود. دلم برای حیاط خونت هم تنگ شده بود. میشه ما هم بیایم؟ بستنی هم براتون آوردیم. وای ممنونم، بدین به من تا آب نشده. متشکرم. ابی؟ بورا؟ دیگه کی؟ همه رو دعوت کرده بودی؟ من که دعوت نکردم، اما یه چند نفر دیگه هم از اینجا رد می شدن، یه سر اومدن پیشم. چرا؟ چرا؟ برای سر زدن به دوستت حتما باید دلیلی داشته باشی؟ بچه ها چرا اینجوری خشکتون زده؟ پلیس دستگیرش کرده، من چیکار کنم؟ یعنی من از کجا بدونم اسن خلافکار بوده؟ طرف مافیا بوده. بوراک. البته بوراک خان همه جا هست. بهت گفتم وقتی نیستم در بالکن رو ببند، اما کیه که گوش بده؟ نه، از ترتیب و امنیت صفره. بعدش برای نجات ماهی شیشه رو میشکنیم. باغچه رو چی؟ قبل از پارتی کندین یا بعد از پارتی؟ لروکس. پارتی شنبه بود. باغچه دیروز اینجوری شد. من انرژیم خیلی زیاد بود، تو هم که خونه نبودی. نمیدونم چرا من انقدر خوشحال بودم، برای همین گفتم یکم با باغچه ور برم. الو وداد، سلام. اگه کاری نداری میتونی برام گل بیاری؟ خیلی 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 زیاد میخوام تو گل غرق بشم. یعنی چی؟ خیلی خوشحال بودی؟ انرژیت زیاد بود؟ خواستی خوشحالی تو با وداد سهیم بشی؟ حتما موقع کندنم غیبت منو میکردین و کلی خندیدی. لروکس باشه، آروم باش. داری حرصتو سر خاک خالی میکنی. منو ببین، به خاطر اینکه دمیر رفته نه در حوصلت سر رفته. نه بابا، چرا باید حوصلم سر بره؟ هوا خوبه، گفتم یکم گل بکاریم. مگه تو گلخونه حوصلت سر میره؟ میدونی که فقط برای کار رفته پاریس، مگه نه؟ یعنی برای گشت با آلارا نرفته. نه بابا، ولش کن، بذار بره. خب رفته مسافرت دیگه، بذار با آلارا بره. اصلا کل شهر رو بگردن، به من چه؟
من فقط خیلی از اون دختر بدم میاد. همش میخواد به هم تیکه بندازه. الانم اگه دوست دختر دمیر بشه دیگه نمیتونم از شرش نه خلاص شم. جونه، همچین چیزی ممکن نیست. قبول. شاید دمیر رابطش با آلارا یکم صمیمیتر از رابطه‌های دیگش با مشتریا باشه، اما آخه وداد، هوا خیلی گرم شد. من میرم یه لیموناد بیارم و بیام. چه خوب. آخر هفته پرمشغله‌ای داشتی. البته خب اون قدم خوشگذرانی کردی که از خستگی نتونستی بری بالا و تو اتاق من خوابیدی. آره؟ اون اینطوری شد که چجوری شد؟ عقرب تو اتاقم عقرب بود. بعدش چون اتاقمو سمپاشی کردن نتونستم تو اتاقم بخوابم. عقرب. یعنی الان این عقرب این همه اتاق ول کرده صاف رفته تو اتاق تو. آره؟ متوجه شدم. تو چی؟ حتما آخر هفته تو پاریس کلی خسته شدی. برای همین دیگه نوع نداشتی منو بیدار کنی. کنارم خوابیدی. به خاطر اون نیست. نزدیکای صبح رسیدم خونه. هوا هنوز کامل روشن نشده بود. اصلا تو رو ندیدم. یادم نمیاد چجوری خودم انداختم رو تخت. خوبه که به تو نخوردم.
یعنی اصلا نفهمیدی من اونجا؟ آره؟ صدای نفس کشیدنم هم نشنیدی؟ نشنیدم. اگه میشنیدم بیدارت میکردم میفرستادمت بری تو اتاقت بخوابی. پس اینطور. خوشحالم که حلش کردیم. اگه بازجویی تموم شده میشه دیگه بریم شرکت. لیریم خان تا الان حتما رسیده. کی در مورد حیات تا سقف کلی سوال پرسید؟ منم توی این خونه زندگی میکنم، یعنی حق ندارم چند تا سوال بپرسم. تو رو خدا ببین خونه رو چی کار کرده. صبح بخیر. فکر کنم بچه ها تو اتاق جلسه. خیلی معذرت میخوام لیریم خان، پروازمون تأخیر داشت. منشیتون گفتن. امیدوارم شما هم مشکلتون رو با تأمین کننده حل کرده باشید. بله البته که حل کردیم، مشکلی نیست. خب پس میتونیم جلسمون رو شروع کنیم. من تو راه با لروکس خانم درباره آخرین وضعیت پروژه حرف زدیم و قبل از اون میخوام بهتون تبریک بگم. ارائه‌تون تو پاریس خیلی تاثیرگذار بوده و هم از آلارا و هم از دوستانی که اونجا دارم انرژی های مثبتی دریافت کردیم. بله خیلی ازمون قدردانی کردن به خاطر انجام پروژه در زمان کم. برای همین دوباره همینجا از تمام اکیپ تشکر میکنم. راستش به نظر منم حرف نداری. آلارا دخترم زود برگشتی. فکر میکردم یه هفته دیگه بمونی. مشکلی پیش اومد؟ نه مشکلی پیش نیومد. راستش قرار بود بمونم، اما تو این 2 روزی که با دمیر بودم به اندازه کافی لذت بردیم. منم گفتم حالا که ما خوش گذروندیم چرا اکیپ خوش نگذرونه. فوراً بعد از صبح با اولین پرواز برگشتم اینجا و میخوام اکیپو به یه مسافرت فوق‌العاده دعوت کنم. آرتمیمو برای 2 روز میبندیم بابا جون. عالیه. دوستان خیلی ممنونم آلارا، خیلی لطف کردی. اما کارهای یلدریم خان همینجوریش هم به تعویق افتاده. یعنی ایشون لطف کردن و اجازه دادن که کارهای تو رو زودتر انجام بدیم. برای همین قبل از اینکه زمان بیشتری از دست بدیم باید شروع به تعمیرات هتل بکنیم. بی خیال دمیر، ما 2 روز رویایی داشتیم. یعنی الان اکیپ استراحت نکنه؟ در ضمن من میدونم بابا ما رو درک میکنه، مگه نه بابا جون؟ یلدریم خان اصلا ما به همچین چیزی نیاز نداریم. فکر خوبی کردی آلارا. حالا که اینجوری برنامه ریزی کردی بهتر استراحت کنین و کارای منو با ذهن باز انجام بدین. عالیه. پس فردا همه با هم میریم. ارائه رو هم وقتی برگشتین انجام میدین. میبینم آلارا. بابا جون من شما رو همراهی میکنم. سفر خوبی داشته باشین دوستان. ممنونی. یعنی الان میریم مسافرت همه با هم؟ همه با هم نه، یعنی اگه دوست دختری دوست پسری چیزی دارین میتونین اونم با خودتون بیارین. توی این مسافرت میخوام به اندازه من خوشحال باشین. تو با من بیا، تو جزئیات سفر رو بهت بگم. یادداشت کن و به همه خبر بده. حتما بفرمایید. درست شنیدم؟ یعنی ما جدی داریم میریم مسافرت؟ آره فکر کنم داریم میریم. خیلی خوب شد که گفت میتونین دوست پسراتونم دعوت کنی. برای اولین باره که یه مشتری اینقدر به فکر ماه. بگذاری من یه جوری شدم. فرخ قطعا داره فکر میکنه، اما اونی که تو فکرشه ما نیستیم. نتونست تو پاریس یه هفته بمونه، میخواد تو 2 روز همه چی رو اینجا حل کنه. مرصفت. لروکس انگار اینا تو پاریس خیلی با هم صمیمی شدن. نشنیدی مگه چی گفت؟ 2 روز رویایی رو با هم گذروندن عزیز. رویایی؟ به نظر من کابوسه، حتی بختکه. نمیتونم بیدار شم. خدایا چی میشه یه روز بیدار شم و این دختر محو بشه؟ لروکس واقعا امیدوارم عاشق هم شده باشن. اون وقت دست عشقشو میگیره و از اون خونه میره. تو هم از دست دمیر خلاص میشی. دمیر بهت چیزی نگفت؟ عاشق هم دیگه هم شدن؟ نپرسیدم مرده. در ضمن به من چه؟ مگه نمیبینی چجوری باهاش رفتار میکنه؟ دمیر رو ساکت میکنه، هر کاری میخواد با یلدریم خان میکنه. بابا طرف یلدریم خانه. خب یکیش باباشه، اون یکی هم دوست پسرشه. به نظرم تو هم دیگه باید با آلارا کنار بیای عزیزم.
خب دوستان، احتمالاً برای این مسافرت سورپرایزیمون میخواین آماده بشین. آخرین گزارش‌ها در مورد کارهای هتل میتونین برای من بفرستین و برین. خوشحال میشم به دوستانی که اینجا نیستنم خبر بدین. ممنون. کافی فقط اسم کسایی که میخوان بیان و برام ایمیل بزنی. چطور بود؟ از سورپرایزم خوشت اومد؟ جلوی پدرت تو شرایط سختی قرار گرفتم. ای کاش قبلش با هم هماهنگ میکردی. اگه هماهنگ میکردم اجازه نمیدادی. تو هم ترجیح دادی به جای اینکه اجازه بگیری معذرت خواهی کنی. آره؟ باشه دمیر، اینقدر بزرگش نکن. بابام خیلی خوب درکمون کرد. آلارا، بابا چون نمیخواست دلتو بشکنه قبول کرد. لطفاً وقتی پای آرتمین وسطه از روابط پدر دختری استفاده نکن. مگه دقیقاً با همین کارای هتل پس نگرفتیم دمیر جون؟ یادت نمیاد؟ در ضمن این رفتار انسان دوستانه بابام خیلی ارزشمنده. اگه به این رفتارش ادامه بده در آینده خیلی دور واقعاً باور میکنم که بالاخره عوض شده. اما لطفاً تو منو تو عمل انجام شده قرار نده. باشه آلارا؟ چون که اصلا خوشم نمیاد. باشه دیگه این کارو نمیکنم. من میرم. از فرودگاه مستقیم اومدم اینجا. خیلی خستم. میرم یکم استراحت کنم. وای دخترا، نتونستم برای شما از پاریس چیزی بخرم. ببخشید، خیلی شرمنده شدم. قرار بود تو سنت آن به یه مغازه کادو فروشی برم. کلی وسایل قشنگ میفروخت اما دمیر اصلا ولم نمیکرد. این چه حرفیه عزیزم؟ خب یعنی همینجوریش هم دارین ما رو میبرین مسافرت دیگه. ممنون. بله خیلی لطف کردین. سورپرایز عالی بود. خیلی ازتون ممنونی. دمیر خانم خیلی سورپرایز شدن چون حسابی تعجب کردن. اولش اینجوری عکس العمل نشون میده اما بعداً عادت میکنه دیگه. خوب میشناسمش. در ضمن وقتی باهاش میری خارج از کشور چقدر آدم متفاوتی میشه، باور نکردنی بود. یعنی چطوری؟ یعنی خیلی راحت‌تر میشه باهاش خوش بگذرونی. حتی خیلی رمانتیکه. وقتی تو پاریس بودیم با یه دمیر کاملا متفاوت روبرو شدم. وقتی با اون بودم اصلا نمیفهمدم زمان چطور میگذره. ساعتو نگاه میکردی خوب؟ بله. هیچی، گفتم حالا که تا اونجا رفتین به ساعتای مشهور فرانسوی هم یه نگاهی مینداختی. بله، دفعه بعد حتما نگاه میکنین. یعنی اینقدر جای زیادی برای گشت و گذار هست که نگو. بگذاریم دختر، من دیگه وقتتون رو نگیرم. فردا قراره همدیگه رو ببینیم. خسته نباشین. خداحافظ. امیدوارم که دیگه نبینمه. زود باش گزارش روزانه رو بفرست و بریم. کلی تخفیف گذاشتن، بهترین موقع واسه خریده. نه شما برین، من نمیام. نه امکان نداره. الان این دختری میخواد خریدای پاریسشو بکنه تو چشممون. نباید کم بیاریم جلوش. آره، ستایمون باید خودی نشون بدیم. دختره آرتمین. منظورت از ستایمون چیه عزیزم؟ اما عزمیه جون، ما نمیتونیم مثل تو باشیم. یعنی تو یه شیرزنی. آره اونم درسته. من میرم خونه دخترا. همه چی همونطوری که بود تو خونه ول کردم. باید جمعشون کنم. بهتون خوش بگذره. شت. ذهنتو مشغول نکن باشه، فردا قرار خوش بگذرونیم. میبینمتون. دوبله شده در استودیو جم. وقتی تو نبودی دخترها اومدن. میخواستم یکم خوش باشم، دوستامو دعوت کردم. چیه؟ لروکس خونه ای؟ لروکس دخترها برای سر زدن به دوستت حتما باید دلیلی داشته باشی. پلیس دستگیرش کرده. من چیکار کنم؟ یعنی من از کجا بدونم اسن خلافکار بوده؟ یعنی چی؟ خیلی خوشحال بودی؟ انرژیت زیاد بود. خواستی خوشحالی تو با وداد سهیم بشی؟ داری چی کار میکنی لروکس؟ زود باش پاشو. فقط 2 دقیقه. خود بر سرمون بیچاره شدیم. چی شده؟ بله عزمیه خانم. بله آیدا. میخوام اکیپو به یه مسافرت فوق‌العاده دعوت کنم. آرتمیمو برای 2 روز میبندیم بابا جون. عالی.